من هیچ وقت چیزی که مردم بهش نور بعد از مرگ میگفتن را باور نمیکردم. درسته، اون اتفاق نادری که مردم بعد نزدیک شدن به مرگ فریاد میزدن من نور رو دیدم یا یه همچین چیزی و اون عرقی که روی پیشونیشون بود. به هر حال من الان توی این تونلم. اصلا من چجوری مردم؟ آخرین چیزی که یادم میاد توی اتاقم تنها بودم. داشتم از توی ساختمون شهر رو نگاه میکردم. اما بعدش وقتی روی تخت دراز کشیده بودم بدنم احساس سنگینی میکرد. یعنی مسموم شده بودم. فکر میکنم از خیلی وقت پیش بوده. خیلیا بودن که دوست داشتن من بمیرم. به هر حال من پادشاه بودم. خیلی دوست دارم دلیل مرگم رو بفهمم، ولی دیگه کار از کار گذاشته. چاره ای ندارم جز این که باش کنار بیام. هرچی که باشه بهتر از اینه که فرشته‌های کوچولو موچولو برات آواز بخونم. تبریک میگم آقا و خانوم، بچه‌تون کاملا سالمه. این یعنی چی؟ یعنی الان دوباره متولد شدم؟ عزیزم یکم بچه رو دست بگیر. نمیتونم این امکان نداره. یعنی ممکنه اون نور آخر تونل همون نوری باشه که از درون زنها سرچشمه میگیره؟ نه عمران. به هر حال فکر کنم اینقدر رو هم مهم نیست. بچه‌مون چقدر خوشگله مگه نه؟ آره موهاشم رنگ موهات عزیزم. به نظر میرسه میفهمم که چی میگن. این باید نشونه خوبی باشه. پیسان خوبم، حالت خوبه؟ وای اون لبخند پرنشاط و مهربانانه مادر که عشقشو توی دل آدم نفوذ میده. نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم که این فکر رو نکنم، اما اون واقعا زیباست. عزیزم چشماشم دقیقا مثل توه. سلامت کوچولو، بابا جونت اینجاست. ببینم میتونی بگی بابا؟ با اون فک قوی و ابروهای در هم کشیده شده مطمئنم که اون مرد سختگیر و جدیه. اون تازه به دنیا آمده بیشو. راست میگی عزیزم. بیخیال، اما محیط اطرافم به نظر عادی میاد. ها؟ یعنی چی؟ آره پسرم بکن، آره نترس. من کجام؟ آغاز پس از پایان. تیم ترجمه مانگالودر با افتخار تقدیم می‌کند. روزها و هفته ها به آرومی میگذشت. به هر حال مادر من آلیس یه زن آروم با قلب مهربان بود. اون قاطعانه خانواده رو کنترل میکنه. پدرم هم ریدولز مرد قابل اعتماد و پرجذبه‌ای بود. اگر رفتارهای بچگونش رو نادیده بگیرم خب در هر حال سپاسگزار این بودم که توی یک خانواده صمیمی و مهربون به دنیا آمدم. ولی زندگی پر از سختی هایی شده بود که حتی برای دشمنام هم آرزوشون نمی کردم. با این اندازه و هیکلم هیچ کاری از دستم بر نمیاد و بدتر از اون حتی نمیتونم کارکرد بدنم رو کنترل کنم. چی شده عزیزم؟ بازم که ریدی به خوده. اوه لعنتی، من یه پادشاهم. شاید تقدیر من به عنوان سالها پادشاه بزرگی بودن تغییر کرده، اما امیدواری این که این هنوز میتونه یک خواب و رویا باشه منو صبور نگه داشته. به نظر میاد توی زمان سفر کردم و برگشتم به گذشته. به نظر میاد مردم به طور عادی با خودشون سلاح این ور اون بر میبرن. عزیزم چطوره؟ ماجنون سفقامات و تو سکه نسیم یا مجموعه چقدره؟ تو سکه نسیم. فکر میکنم که شنیدم یک نفر معجون مشکوکی را به طور قانونی داشت میفروخت. پسرم باید خسته شده باشی مگه نه؟ چطوری که بریم خونه؟
دانش قدرته. توی این هفته‌ای که گذشت تمام محیط اطراف رو بررسی کردم و مطمئنم که فهمیدم توی محیط اطرافم چه خبره. فسخیدی من حالش چطوره؟ بابایی اومد خونه، مرد کوچولوی من حالش چطوره؟ به نظرم این مرد خیلی بی‌ملاحظه است. آره پسرم. برای چی داری بچه رو پرت میکنی هوا؟ حتی فکرشم نمی‌کردم که بدنم اینقدر ضعیف باشه. پیسان خودمی. باباتم وقتی کوچولو بود دقیقا شکل تو بود پسرم. نگاه کن عزیزم، به نظر میاد یه پسر کوچولوی سر حال داری من. واقعا گریه کردن برای پادشاه خجالت آوره. کلم. خوبی نیمی کوچولوی من؟ صبر کن، مامان الان خوبت میکنه. این امکان نداره. الان دیگه بهتر میشی عزیزم. فکر میکنم خیلی زود درباره این دنیا قضاوت کردم. خارق‌العاده است. شاید من هنوز چیزی از این دنیا نمیدونم.